خب جلسه هفتم دوره برنامه‌نویسی پایتون رو شروع میکنیم. بچه درست دارم میگم دیگه؟ جلسه هفتمه، درسته؟ بسیار عالی. خب بچه طبق روال جلسه قبلی اگر که سوالی هست، اگر که مشکلی توی نصب داشتید یا هر مورد دیگه ای که دوست دارین توی کلاس مطرح بشه، این رو بفرمایید تا مطالبی که باید تدریس بشن رو شروع کنیم. من اسپیکرم هم متصل کنم. خب بچه آیه حسینی زاده دستشون رو کردن بالا. باشه، من الان میکروفونتون رو باز میکنم. بفرمایید. سلام. این چند جلسه شدیم درسته من درستشم بخاطر تهرانم و اینجا به درستشی بود کامپیوترم ندارم. اشکال نیست باید با سالت همون بره استفاده کنم پایتون؟ اشکال نداره. چی؟ من الان به کامپیوتر درسته ندارم یه جایی یعنی خب بله خب با گوشیم انجام بدم همون سایتی که معرفی کردی و بله الان در این مورد توضیح اوکی مرسی. من خواهش میکنم. خب ببینیم سوال دیگه پرسیده نشده. آقای فضائلی گفتن که استاد چه برنامه هایی رو باید دانلود بکنیم؟ خب بچه ما جلسه قبلی در مورد این صحبت کردیم، گفتیم که بچه شما لازمه یه دونه VS کد رو نصب کرده باشین. خب که گفتیم شما اینجا دانلودش رو میزنی میری انجام میدی. جلسه قبل در موردش حرف زدیم. یه دونه هم پایتون رو لازمه که نصب کرده باشی، چیز دیگه نیاز نداره. چند نفر از بچهای کلاس VS کد رو تونستن نصب کنن؟ خب آقای رفیعی نصب کردن، آقای طاهری، آقای محمدیان، آقای بهرامی کارگر، آقای آمری. بچه برنامه خیلی ساده‌ای هم مثل پرینت یا نمیدونم چیز دیگه ای رو داخلش زدین؟ استاد گفتی نصبش رو توضیح میدی، من فقط دانلود کردم. برای ما 3 تا فیل زد پایتون. خب بچه من یه نکته ای رو بگم. یکی از دوستاتون توی نصب پایتون مشکل داشت، من فامیلیشو الان خاطرم نیست، اما ما توی چت تلگرام خیلی با هم دیگه صحبت کردیم. البته ایشون ویندوزش ویندوز 7 بود و مشکلی که داشتن برمیگشت به این قضیه. برای سایر دوستانم بچه ها توی تلگرام همون جایی که وایس رو میگیرین، خب یه قابلیت یه بار دیگه روش بزنید احتمالاً بلدین، میتونین ویدیو مسیج بگیرین. خب از فرایند کاری که دارین انجام میدین حتما ویدیو مسیج برای همون موقع که دارین میگین استاد مثلا من این مشکل رو دارم، اول که خودتون حتما معرفی کنید، بعد از اون یه ویدیو مسیج و در نهایت اگه بتونین متن در واقع ارورتون رو از توی کامپیوترتون کپی کرده باشین برای من پیست بکنید، یا اینکه عکس با کیفیت بگیرین. اینا رو دارم برای این میگم چون که بچه وقتی به من بگین مثلا من توی نصب این یا اجرای حالا تو جلسات بعدی این کد پایتون مشکل داشتم، خب من نمیتونم خیلی دقیق راهنماییتون بکنم. بنابراین حتما بچه یه ویدیو و یه عکس یا متن خیلی واضح از ارورتون برای من ارسال بکنید، حتما بچه مشکلتون رو برطرف میکنیم، یا یک راهکار جایگزین بهتون میدیم یا اینکه مشکلتون رو حتما برطرف میکنیم. این قابل توجه اون دوستانی که حالا توی این نصب 2 تا نرم افزار مشکل داشتن، آیه زمانی به من پیام بده یا توی گروه برای من دقیقاً عکس یا فیلمشو بفرست،
بگو که دقیقاً چه اروری داده و چه مراحلی رفتی که به اون ارور رسیده. خب آقای شهابی گفتن که نصبش رو توضیح میدیم. بله من این صحبت رو کردم و اگر که بخواین بچه من این کار رو انجام میدم. خب ولی آقای شهابی من یه ویدیو توی گروهتون گذاشتم در مورد نصب، اون ویدیو نگاه کردین؟ اجازه بدین پس من سریع این کار رو انجام بدم. حالا 7-8 نفر از دوستان نصبش رو انجام داده بودن، ولی خب من برای اینکه بچه تو کلاس هم این کار رو انجام داده باشیم الان نصبش میکنم. خب در مورد پایتون البته که بچه اون ویدیو توی گروه رو نگاه میکردین حتما میتونستین کار رو انجام بدین. خب دانلود پایتون زدی وارد سایت میشی، روی دانلود میزنی. خب من چون بچه 2 تا مانیتور دارم این الان اومده تو اون یکی مانیتورم. اگه IDM داشته باشین این براتون باز میشه و دانلودش میکنی. خب بعد از اینی که دانلودش کردی پوشه رو میاریش. خب اینجا پایتون، ببینید پایتون اینی که دانلود کردم این. حالا شما ممکنه یه جا دیگه براتون ذخیره شده باشه. خب پایتون رو کلیک میکنی. خب فقط میزنی اینستال ناو. بعد که این رو بزنی بچه یا نصب میشه یا بهتون ارور میده. البته که بچه این تیک add python.exe تو پس رو هم بزنید. خب این اگه نظریدم بعدن اگه مشکلی خوردین بهتون میگم که چجوری برطرفش بکنید. این سال نه رو که بزنید چون الان پایتون نصب دارم رو سیستم، یا براتون نصب میشه بعد اینجا فینیش رو بزنی بعدش، یا اینکه بهتون ارور میده. اگه ارور داد ارورش رو برام بفرستید. خب این در مورد نصب پایتون. در مورد نصب وی اس کد هم بچه دوباره دقیقاً لینکی که براتون گذاشته بودم تو گروه رو بالا میارین، دانلود میکنید نرم افزار وی اس کد رو. خب اجازه بدید من وی اس کدم چون که باز هست این ارور رو بهم داد. خب من این رو کنسل میکنم دوباره. همچین صفحه براتون بالا میاد. روی accept accept میزنی، next create desktop icon رو هم میزنی، next و بعد این install رو میزنی. این install رو که بزنی دوباره یا نصب میشه یا ارور میده. خب قاعدتا بعد نصب بشه بچه. اگه ویندوزتون مشکلی نداشته باشه نرم افزار سنگینی نیست. یعنی یکی از علتایی که بچه من بهتون گفتم وی اس کد رو نصب بکنید چون کمترین چالش رو باش داشته باشین توی نصب. خب از این موضوع عبور کنیم. لپتاپ شما 32 بیت. خب نسخه مناسبش رو پیدا کنید. استاد برای من فقط دانلود میشه. خب خودتون باید برید نصبش کنید دیگه. آقای رفیعی پرسیدن استاد کار این جلسه چیه؟ خب ما این جلسه یه بخشی از پایتون رو دوباره یه سری سینتکسش رو مرور میکنیم. مثلا فور رو چجوری مینویسیم توش، ایف رو چجوری مینویسیم و بعد از اون وارد مونتیال میشیم. خب بچه اگه سوال دیگه نیست که درس رو شروع کن. برنامه پایتون مخصوص گوشی بچه مخصوص گوشی رو تو گروهتون گذاشته بودم آقای درخشان و من یه لینک جدیدم چند دقیقه قبل از کلاس توی گروهتون گذاشتم. خب دوستانی که توی نصب مشکل دارن اول که من دوست دارم مشکلشون رو برطرف بکنم، ولی اگر که حالا مثل اون دوستتون که دیروز با هم صحبت میکردیم به دلیل حالا ضعیف بودن لپتاپ ویندوز یا هر چیز دیگه این نصب نشد، من یه سایتی رو براتون فرستاده بودم. دوست دارم الان یکی از بچه‌ها لینکش رو بفرسته و من اینو بازش بکنم بهتون نشون بدم که خیلی راحت بچه از طریق اینترنت، حالا هر گوشی میخواین داشته باشین فرق نمیکنه، یا از طریق لپتاپ هر لپتاپی میتونید به راحتی کدنویسی رو انجام بدین. یعنی شما توی کلاسایش مشکلی نخواهید داشت. خب بچه‌ها لینک رو هم گذاشتین، ما بعد از این دیگه در موردش حرف میزنیم. درس رو شروع کنیم.
بسیار عالی. خب من نرم افزار وی اس کدم رو باز میکنم. بچه شما ممکنه بعد از اینی که نصب کردین یه سری گزینه این وسط ها ببینید، ما کاری به اونا نداریم. جلسه قبلی هم یه سری فرایندی رو بهتون گفتم بچه وقتی میخواید وی اس کد رو باز بکنید بعد چی کار کنید. گفتم هم که ویدیو بگیرین. الان هم دوباره همین کار رو میخوام مرور بکنم و بهتون پیشنهاد میکنم که دوباره اگر که جلسه قبل نگرفتین امروز این کار رو انجام بدین. الان میخوام این قید توضیحی رو بدم که شاید خیلی خوب توی اینترنت پیدا نکنید و بسیار هم براتون کاربردیه. میخوام بهتون بگم چجوری شما یه پوشه رو توی وی اس کد باز بکنید. روش‌های دیگه ای هم هست ولی این روشی که من بهتون میگم شما بعد انجام بدید. خب بچه‌ها ببینید شما جایی از کامپیوترتون که میخواین اون کد پایتونی که مینویسید اونجای کامپیوترتون باشه رو پوشش رو میارین بالا. خب از توی فایل اکسپلورر ویندوزتون. خب پوشش رو که آوردین بالا، مثلا من این پوشه بندی رو داشتم، حالا شما ممکنه هر پوشه بندی دیگه که دوست داری داشته باشی، فرق نمیکنه. خب بعد از این که بچه این رو آوردین، پوشه‌ای که میخواین بیارین رو آوردین، میاین این بالا بچه خب توی این آدرس بارش اینجا مینویسید بچه CMD. ببینید توی این آدرس بار. خب پس شد اول پوشه‌ای که میخواین رو میارین، بعد این بالا مینویسید CMD. من دوباره رفت این طرف مانیتور این بری. خب بعد شما اینجا بچه می نویسید کد نقطه و اوکی میکنید دیگه. بچه میتونین این CMD رو هم ببندی به این صفحه مشکی بچه، بهش میگن CMD. خب شما بچه احتمالا صفحه اولی که میبینید چیزی شبیه اینه. خب این سمت چپ اینجا ببینید فولدرز داره. این بالا روی فولدرز کلیک میکنی و شما، من این پوشه این فایل قبلی رو هم میبندم پاکش میکنم، چیزی شبیه به این رو باید ببینی. خب من باز کنم ببینم کسی از دوستان سوالی نپرسیده. خب بچه ما الان اون قسمتی که میخواستم ضبط کنی تموم شد. کسی تا اینجا سوال نداره؟ من میخوام اون دوستانی که وی اس کد رو نصب کردن تا اینجا رو بتونن بیان. اون کسایی هم که با وی اس کد مشکل داشتن من یه لینک توی گروهتون فرستادم و گفتم که اون رو باز بکنید. توی تایم تفریحتون بریم بچه اون لینک رو بیاریم، من تو کلاسم بهتون نشون بدم با اون چه جوری کار کنید. خب این در مورد وی اس کد. خب ما الان وی اس کد رو آماده کردیم، میخوایم باش شروع بکنیم به برنامه‌نویسی. خب من لازمه که یه دونه فایل پایتون ایجاد بکنم. چه جوری ایجاد میکنم بچه؟ اون فولدرم رو انتخاب میکنم. خب فولدرم اسمش این کلاس. خب بعد ببینید بچه شما دو تا گزینه اینجا دارین، یه دونه نیو فولدر دارین، یه دونه نیو فایل دارین. شما میخواین یه فایل جدید ایجاد بکنید. خب فایل جدید اسمش رو من بچه میذارم یک پسوندش بچه مهمه 1.py py. پس پسوند فایل های پایتون چیه؟ احسن، پایه بچه ها. خب الان من آماده کد نویسی محیط برنامه نویسیم. ما از این جلسه از صفر شروع میکنیم برنامه نویسی، در واقع سینتکس پایتون و میریم جلو به حلقه ها و لیست ها و ایف و همه آنچه که جلسات قبلی مفهومش رو بهتون یاد داده بودیم. این جلسه توی پایتون دقیقا بهتون میگم خب توی پایتون اینو چجوری باید بنویسیم. خب ما از سینتکس بچه ها شروع میکنیم. سینتکس یعنی چی؟
سینتکس یعنی چی؟ من تا حالا چندین بارم اسمشو آوردم. سینتکس یعنی چی؟ بچه به فارسی چی میشه؟ کلمه سینتکس معنیش به فارسی چی میشه؟ بچه من حداقل انتظار دارم شما یه دونه ترنسلیتر باز بکنی، اینجا بزنی سینتکس. خب نحوه بچه نوشتن رو خب بهش میگن سینتکس. مدلی که بچه ما می نویسیم، یادتون هست بچه توی اون بازی سایلنت تیچر ما میخواستیم بیایم متغیر تعریف بکنیم، یه کلمه قبلش می نوشتیم. یادتونه چه کلمه می نوشتیم موقع تعریف متغیر؟ الان شانستون دقیقا اینجا هم باز شد. چه کلمه می نوشتیم توی این گفتیم زبون جاوا اسکریپت دیگه، گفتیم این زبون جاوا اسکریپت. چه کلمه قبلش نوشتیم؟ کلمه let. آفرین. کلمه let بچه تو زبون جاوا اسکریپت فقط نوشته میشه، تو زبونهای دیگه نوشته نمیشه. این سینتکس جاوا اسکریپت برای تعریف متغیر. اما بچه مدل تعریف متغیر تو همه زبان‌های برنامه‌نویسی یکیه. وقتی این کلمه این علامت مساوی گذاشتی یعنی آنچه سمت راست هست و بری سمت چپ. حالا تو جاوا اسکریپت تو یه let هم بعد قبلش بنویسی. به این که شما توی زبون یه جوری می‌نویسی، توی زبون دیگه یه جور دیگه می‌نویسی، بهش میگن سینتکس. سینتکس میشه این نوع نوشتار شما. آره بهرامی سینتکس اروری که دارن میگن دقیقاً همینه. یعنی شما اگه مثلا تو جاوا اسکریپت داری برنامه‌نویسی می‌کنی، جای کلمه let بنویسی le تیش یادت بره، بهت ارور سینتکس ارور میده. شما اینو میفهمی که یعنی من منطق برنامه‌نویسی مشکل نداره، من نوع نوشتنم مشکل داره. خب پس این کلمه براتون جا افتاد. سینتکس یعنی نوع نوشتار. خب من میخوام یه چند تا کد به عنوان نمونه براتون بنویسم. خب و یه نکته بسیار مهم بچه توی این زبون پایتون وجود داره، اونم بحث ایندنت ها است. بذارید من اینو بزرگترش بکنم که بتونید راحت تر ببینید. خب اینجا فونت سایزشو من بکنم مثلا 30، ببینیم که چه اتفاقی میفته. الان بهتر شد بچه ها یا هنوز بزرگتر بشه؟ الان خوبه یا هنوز بزرگتر بشه بچه؟ خوبه؟ خیلی خب بچه بحث ایندنت، این نکات رو برای خودتون بنویسید بچه، مطمئن باشین خیلی باهوش باشین. 6 جلسه آینده شما همه مطالب رو فراموش کردین. تا وقتی که تمرین نکنی ننویسی مطمئن باش یادت میره. یه چیزی کاملا واضحی. خب بحث ایندنت، ببینید بچه ما تو زبون جاوا اسکریپت خب اگه یادتون باشه ببینید ما مثلا اون بحث فانکشن ها رو داشتیم. بذارید من آخر رو بیارم. یک کروشه باز میکردیم، یک کروشه میبستیم، درسته؟ کلن ایف هم همین جوری بود. خب فورم فکر کنم فورم همین جوری بود. ولی بچه تو زبون پایتون اینجوری نیست، ما از ایندنت ها استفاده میکنیم. حالا ایندنت یعنی چی؟ خب حالا ایندنت یعنی چی؟ ببینید مثلا من میخوام یه شرط بنویسم. خب اگر 5 بزرگتر بود از 2 خب برای ما پرینت کنه 5 از 2 بزرگتر است. خب
الان بچه ما اگه این کدمون رو اجرا بکنیم، خب برامون 5 از 2 بزرگتر است نوشته میشه، منتها چون که فارسی هست تو ترمینال یه مقداری بد نوشته میشه. این راههایی هست بشه درستش بکنی، ولی من از این به بعد دیگه انگلیسی می نویسم برای اینکه این مشکل رو هم نداشته باشه. خب بچه ببینید اینجا یه فاصله خالی هست، دقت میکنید بهش؟ بچه من اگه این فاصله خالی رو پاک بکنم ارور دارم. ببین چه اروری به هم داده، میگه من انتظار expected یعنی انتظار دارم indented بلاک، یعنی من از تو انتظار دارم یک بلاک ایندنت شده به من بدی، ازت انتظار دارم یک بلاک ایندنت شده به من بدی. بلاک هم که یادتون هست معنیش چی بود دیگه. بلاک بچه ها شما الان اینجا خب مثلا یه چیزی می نویسی، دوباره اینجا زیرش میای یه چیزی می نویسی، زیرش می نویسی یه چیزی می نویسی، خب این میشه یه دونه بلاک تا جایی که ایندنت داره. تو وی اس کد بچه ببینید اونایی که یه بلاک هست و شما میتونید توسط این گزینه سمت چپش جمعش کنید، این میشه یه بلاک. من اگه الان اینجا بیام بچه یه دونه ایف دیگه بنویسم، خب مثلا 10 کوچیکتر هست از 20، خب و اینجا بنویسم پرینت 10 از 20 کوچکتر است. خب بچه اینو نگاه کن، من دوباره میتونم جمعش کنم. پس اگه من ازتون بپرسم ما چند تا بلاک داریم اینجا، شما باید بگین 2 تا. چجوری فهمیدید؟ از ایندنتی که خورده بچه. پایتون توسط این ایندنت ها بلاک هاشو از هم جدا میکنه تا اونجایی که بچه ایندنت مشابه بخورن. ایندنت مشابه یعنی چی بچه؟ یعنی شما آقا اینجا خب ممکنه بخوای یه ایف دیگه بنویسی، ایف مثلا 8 بزرگتر بود از مثلا 2. خب ببین الان دوباره ایندنت دیگه خورد نسبت به این. الان بچه ها من اگه اینجا کدی رو بنویسم، اگه من الان اینجا کدی رو بنویسم، این مربوط به کدوم بلاک میشه؟ مربوط به این بلاک میشه. این یکی چجوری بلاک ها از هم دیگه جدا شدن؟ چون این یه ایندنت دیگه هم خورده. پس پایتون بچه ها ایندنت ها، این فاصله هایی که از ابتدای خط توش میدین بسیار مهمه. خب الان این بچه یه دونه ایندنت، مثلا 2 تا ایندنت داره از اول، من میخوام یه ایندنت دیگه هم بهش اضافه کنم. چیکار میکنم؟ کلمه تب رو روی کیبوردم میزنم. ببینید کلمه تب رو روی کیبوردم میزنم، دکمه تب رو. خب من الان دکمه تب رو بچه روی کیبوردم میزنم، یه دونه ایندنت دیگه خورد. الان این 3 تا ایندنت داره، یه دونه ایندنت دیگه میتونم بزنم، همینجوری میتونم ایندنت بزنم. ولی این چون بچه ها یه بلاک 2 تا بلاک تو در تو، همون 2 تا ایندنت کفایت میکنه. البته که بچه ها شما اگر از نرم افزارهایی مثل وی اس کد استفاده بکنید، به محض اینی که اینتر بزنی خودش به صورت هوشمند میاد برات ایندنت گذاری میکنه. یعنی دیگه لازم نیست من از اول اینجا 2 تا تب بزنم، نمیدونم اگه یه بلاک دیگه هم تو این بلاک بود 3 تا تب بزنم، یکی دیگه هم بود 4 تا. خودش هوشمند برات این کار انجام میده. به همین علت هم بچه من توصیه میکنم که شما از وی اس کد یا نرم افزارهای مشابه بهش مثل پایچارم استفاده کنید. خب من سوالاتون رو ببینم. بله آقای بهرامی نحوه نوشتار. خب
آقای ترابی استاد ببخشید الان این برنامه وی اس کد هست. بله این برنامه وی اس کد. خب بچه تا اینجا سوالی ندارین؟ بچه اگه سوالی دارین الان همه مفهوم ایندنت رو متوجه شدن؟ ایندنت یعنی چی؟ بچه یکی دستشو بالا بکنه برامون توضیح بده که ایندنت یعنی چی. همین توضیحاتی که دادم یه دو سه جمله هم که بگه کفایت. یا تو همین چت هم بچه میتونید بنویسید ایندنت یعنی چی بچه. بگین دیگه معنی ایندنت چی بود بچه؟ صدای من دارین دیگه، بگین معنی ایندنت چی بود؟ بلاک ها رو از هم جدا میشه. بچه خیلی ساده بخوام بهتون بگم، دوستتونم درست گفت، ایندنت یعنی همین فاصله‌ای که از ابتدای خط داره تموم شد. ایندنت یعنی همین این فاصله‌ای که از ابتدای خط داره مهمه. چرا مهمه؟ جواب دوستتون چون بلاک ها رو از هم جدا میکنه توسط این ایندنت. ایندنت پس معنیش میشه همین فاصله‌ای که از ابتدای خط وجود داره. خب پس معنیش چی شد؟ بنویسید بچه ها. بچه من دوست دارم همتون بنویسید. الان غیر از خودم 20 نفر توی کلاس هستن. 20 تا بعد معنی این ایندنت رو بنویسه. این جمله رو بنویسید، جمله‌ای که الان گفتم. آقای بهرامی درست گفت. به فاصله‌ای که از ابتدای خط، نه، از ابتدای خط برای کد وجود دارد. فاصله‌ای که بلاک ها رو جدا میکنه، همون فاصله از اول خط، این درست شد، و بلاک ها رو جدا میکنه. آفر. بچه من چون شارژ اسپیکرم تمام شده گوشیمو متصل میکنم که به عنوان اسپیکر ازش استفاده کنم. خب این نکته رو به عنوان پرانتز بهتون بگم بچه اگر که بلندگو لپتاپتون خراب هست میتونید از گوشیتون به عنوان بلندگو یا میکروفون استفاده بکنید. لازم این برنامه آدو ریلی رو نصب کنید و اینجا روی گوشیتون هم بعد این نرم افزارش رو نصب کنید. بعد این آی پی که بچه اینجا وجود داره اینو بعد روی گوشیتون بزنید، رو همین نرم افزار آدو ریلی که رو گوشیتون نصب کردیم. الان دیگه بس شد. من الان میتونم از بلندگو گوشیم به عنوان بلندگو لپتاپ استفاده کنم. خب بچه تا اینجا دیگه سوالی نیست. بریم مبحث بعدی. خب بچه بحث بعدی که میخوام بهتون بگم بحث کامنته. خب بحث کامنته. ببین الان من اینجا اگه بنویسم مثلا هشتگ بزنم کامنت، این جزء این بلاک ایف در نظرش گرفته. ببین من الان اینو ببندم جزء اون بلاک است و میام ایندنتش رو پاک میکنم که وقتی من اینو میبندم دیگه کامنت هم پاک نشه. این شد مفهوم ایندنت. خب و اما کامنت چیه بچه ها؟ احتمالاً بچه دوستانی که یک ذره هم برنامه‌نویسی کار کرده باشن میتونن اینو توضیح بدن. کامنت چیه؟ کاربردش چیه بچه تو برنامه‌نویسی؟ دستور اون کامند. بچه ما همه کدی که می نویسیم خب همش کدی که باید اجرا بشه نیست.
باید توضیحاتم در کدمون وجود داشته باشه. من بهتون یه نمونه واقعی نشون بدم. ببینید پراجکت. خب این چند تا از پروژه‌ای هست که ما انجام دادیم. خب مثلا من اینجا این رو بیارم، آنلاین بوک استور. خب نگاه روی قبلی رفت، حالا اشکال نداره. خب بچه ببینید این نمونه پروژه واقعی. حالا کاری نداریم که چجوریه و تعداد پوشه بندیاش و اینا چجوریه. میخوام یه چیزی رو بهتون نشون بدم. یه پروژه واقعیه، پروژه‌ایه که تو دنیای واقعی ازش استفاده میشه، یعنی برنامه‌نویسی شده. بذاریم مثلا من یه سرویس ها رو بیارم اینجا. ببینید الان اینجا چی گفته؟ ببین این چیزایی که رنگی هن کد اصلی برنامه. این چیزی که اینجا وجود داره ببین چی گفته؟ navigate to the home page or another مثلا protected route. این کد اجرا نمیشه. برای چیه؟ برای اینه که بچه شما الان این پوشه بندیای برنامه رو میبینید خیلی بیشتر هم از این هستا. اینا باز که بشن خیلی کده. خب شاید یه برنامه واقعی که مثلا 6 ماه برنامه‌نویسیش طول بکشه نزدیک به 100,000 خط کد بشه اگه بخوای همه این فایل‌ها رو با هم دیگه خط کداشو جمع بکنی. خب حالا 100,000 خط کد بچه‌ها شما 6 ماه هیچی، یک روز ازش بگذره دیگه هیچی یادت نمیاد این کد اصلا برای چی بود، من برای چی اینو زدم، چه جوری زدمش. حالا این بچه برنامه‌ای که زدم من هنوز کامنتاشو خیلی خوب ننوشتمشون. خب اما باز یک جاهایی که دیگه خیلی لازم بوده من این کارو کردم. میخوام بچه اینو بهتون بگم. کامنت میشه توضیح اضافی، توضیحی که توسط پایتون یا جاوا اسکریپت هر چیز دیگه اجرا نمیشه، فقط برای توضیح به خودمونه و حتما باید کامنت بذاریم. من دوباره برمیگردم به اون فایل اصلی خودمون توی اینجا بود. خب بچه الان نگاه بکنید اینجا این دوتا ایفا که رنگی هن. خب اینا کدای اصلی منه. این بالا که هشتگ گذاشتم و جلوش خاکستری رنگ شده این کامنته، برای توضیحه، توسط مفسر پایتون اجرا نمیشه. مثلا من اینجا هر چیز توضیح که بخوام بزنم میگم مثلا خطهای پایینی برای مثلا نمیدونم مربوط به تابع فلانه. دستم خورد. یه هشتگ بعد بزنید، بعد از اون دیگه هرچی تو اون خط بنویسید کامنت میشه. خطهای پایینی مربوط به تابع فلان است. خب همچین کامنت هایی بچه ما تو کدامون ازش استفاده میکنیم. خب حالا بچه یه چیز کاربردی بهتون بگم برای اون دوستانی که از VS Code استفاده میکنن. بچه شما یه چیزی رو، یه تابعی رو نوشتی. خب مثلا آقا همین دوتا، ببین من این دوتا رو خب نمیخوام دیگه تو کدم اجرا بشه، برای مثلا میخوام یه امتحان بکنم ببینم خب اگه اجرا نشه چه اتفاقی میفته. خب میام اینا دوتا رو انتخاب میکنم، بعد بچه روی کیبوردم کنترل و اسلش رو میزنم، بک اسلش نه اسلش. خب کنترل و اسلش رو میزنم. ببینید من الان خط کدایی که میخوام کامنت بشه رو انتخاب میکنم، کنترل و اسلش رو میزنم، خود به خود برام کامنت میشه. این خیلی به درد بخوره بچه ها. پس کدایی که میخوای کامنت بکنی رو جای اینی که بیای دستی هشتگ بذاری خط به خط، ببین الان خط به خط خودش اومده هشتگ رو گذاشت.
میای کدا رو انتخاب میکنی، کنترل و اسلش رو میزنی. این برای وی اس کد. ببینم من سوالی نپرسیدین. کامنت م دیگه نداره بعدش. کامنت فارسیشو براتون نوشتم. خب پس اینم شد توضیح در مورد کامنت. خب موضوع بعدی بچه اگه موافق باشین ما بریم یه 5 تا 10 دقیقه رو استراحت بکنیم و برگردیم. آقای طاهری الان جواب سوال شما رو میدم. بچه سوال دیگه ندارین؟ خب الان بچه 5 و 12 دقیقه است. من جواب آقای طاهری رو میدم، جواب سوالشون رو، و بعد از اون بچه ما 20 دقیقه دوباره کلاس شروع میکنیم. در مورد سوال شما آقای طاهری، شما ببینید از اینجا فایل، خب این بالا فایل، بعد میای پریفرنسز، خب بعد میای روی ستینگ کلیک میکنی و تو همون صفحه اول اینجا فونت سایز رو نوشته. پیشفرضش من فکر میکنم که 15 بود، من گذاشتمش روی 30 و این ابعادی که میبینید. پس شد فایل پریفرنسز ستینگ، کجا ستینگ؟ اینجا ستینگ، و بعد از اون فونت سایز. عددشو که بزنی اتومات خودش میشینه، نیازی دیگه به سیو کردن نداره. من اینم خاموشش کنم. خب بچه ها پس 5 و 20 دقیقه دوباره کلاس رو شروع میکنیم. جواب سوال شما رو وقتی برگشتم آقای ترابی میدم. خب سلام مجدد بچه، صدای من دارین؟ ممنونم آقای درخشان. خب بچه هر چی سوال دارین تا اینجا بپرسین که الان جواب بدم. تو چیزای پیچیده نگفتیم دیگه، یه دونه ایندنت رو گفتیم، یه دونه هم بحث کامنت رو گفتیم. خب آقای ترابی پرسیده یه بار دیگه توضیح میدین چجوری توی وی اس کد اون صفحه، منظورشونه چجوری فولدر رو باز بکنیم. خب سوالتون میشه این که ما چجوری باید فولدر رو باز بکنیم. ببینید بچه ها شما 2 تا راه داریم. خب یکی این که میای ببینید، اصلا من اینجا این نیو ویندو میزنم، شما وی اس کد رو باز بکنی همچین حالتی داری دیگه. خب یکیش اینه که آقا شما بیا اینجا وی اس کد رو همینجوری باز کنی، از این بالا فایل، بعد اوپن فولدر بزنی. خب اوپن فولدر بزنی و اون پوشه‌ای که میخوای رو برای خودت بیاری انتخابش بکنی. ببینید الان مثلا من پوشه‌ای که برنامه‌های کلاس تو داخلشه، خب این پوشه است. پوشه رو میارم، سلکت فولدر میزنم و برام فایل رو باز میکنم. ببین دقیقاً شد همین. خب این یه راهشه. یه راه دیگه ایش که بچه اون قبل بهتون گفتم این بود. یه راه دیگهش من چرا اومدم این طرف. شما اول پوشتون رو تو فایل اکسپلوررتون میارین، خب و بعد از اینی که بچه آوردین این بالا می نویسید CMD. البته من اول برم توی اون کلاس. خب
CMD. پس شد پوشه‌ای که میخوای رو میاری، CMD رو میزنی و بعد از اینکه بچه CMD رو زنید می نویسید کد نقطه، بعد اینتر میزنید. خب دوباره همون اتفاق میفته، فرقی نمیکنه. خب ببینم دیگه چه سوالایی پرسیدین. پیه میریم توی مونتی هال. بچه همین الان هم میتونیم بریم خب، ولی من دوست دارم یه مقداری با اعتماد به نفس بیشتری واردش بشیم، یه مقداری بیشتر مطالب رو جا بندازیم. ببین مثلا این ایندنتا رو مثلا من میتونستم مثلا کلا در موردش صحبت نکنم، خب به مرور زمان شاید خودتون متوجه این قضیه میشدید، ولی وقتی این رو بدونی یک جایی مثلا اروری چیزی که میخوری حد میزنی که مثلا به خاطر این الان دیگه قضیهشو میدونی. اجازه بدین بچه ما اون مطالبی که به ترتیب پیش بریم بعد واردش بشیم بهتره. احتمالاً میفته برای جلسه های آینده بچه. من این مطالبی که میخوام رو تمومش بکنم واردش میشیم بچه. اون یکی از پروژه هامونه دیگه، فقط تنها پروژه همون هم نیست، جز یکی از پروژه ها. پروژه جذاب تر از این هم داره. خب اگه سوال دیگه نیست ادامه بدیم. خب بریم دوباره توی VS Code. خب بحث کامنت ها هم بچه ها من گفتم بحث بعدی متغیراست. خب variables خب بچه شما تو زبونای غیر از پایتون مثلا جاوا اسکریپت بعد میومدی مثلا مینوشتی let، بعد مثلا a مساوی با فلان، بعد مثلا 4 رو بهش میدید، 4 رو مینداختی توش. خب یعنی بعد از یه در واقع سینتکس خاصی براش استفاده میکردی، ولی تو پایتون نیازی به انجام این کار نیست. به راحتی شما اصلا هیچ دردسر دیگه ندارین بچه. تو بعضی زبونا مثل سین خیلی که حالا ولی دردسره، بعد تایپش رو مشخص بکنی، مسائل مختلف. تو پایتون بسیار ساده است. اسم متغیرت رو می‌نویسی، مقداری که می‌خوای توش بریزی رو بعد از علامت مساوی میذاری. خب مثلا a مساوی با 4 خب و b مساوی با علی. خب حالا من میخوام بچه اینو تو خروجی ببینمش. پرینت مینویسم پرانتز باز، خب بازو که بزنی بستش خودش مینویسه و اینجا مینویسم A و B. خب ببینیم چاپش بکنه برام ببینیم چی مینویسه. آها من این قبلی ها رو بچه چون کامنت نکردم اینا هم اجرا میشه. ببین این قبلی هم اجرا شد، من نمیخوام اجرا بشه میام اینا رو میگیرم کنترل اسلش رو میزنم. الان اگه دوباره من این اجرا بکنم خب میبینید که دیگه فقط 4 علی رو برای من مینویسه. چرا؟ چون من به تابع پرینت فنی باهاتون حرف بزنم 2 تا متغیر آ و بی رو پاس دادم بچه ها. در مورد اینکه قبلا صحبت کرده بودیم سریع عبور میکنیم. خب ما میتونیم بچه روبروی همین متغیرها هم بیایم روبروش کامنت گذاری بکنیم. هشتگ رو میزنیم بگیم مثلا این متغیر عدد 4 را در خود ذخیره میکند. خب دوباره مثلا میای بگیم کامنت میذاری این متغیر مثلا یه هر توضیحی که دلت میخواد و براش مینویسی. کامنت بچه تو خط هم میتونید بنویسید. خب یه موضوع دیگه ای که بچه ها وجود داره خب بهش میگن کاستینگ.
بهش میگن کاستینگ. خب من این کاستینگ رو بچه یادتون باشه اینو هر وقت که اینپوت رو گفتم در مورد کاستینگ دوباره برگردیم در مورد این توضیح بدیم. خب بچه چون من دارم از روی کتاب انگلیسی براتون پیش میرم، میخوام اون سرفصلایی که مناسب ما هست رو الان پیش ببرم. خب الان در مورد اینپوت ها صحبت میکنم. پس قبل از کاستینگ بحث اینپوت ها رو بگیم. خب بچه شما مثلا میخواین یه نرم افزار بنویسید که یه مقداری رو از کاربرتون بگیره و بیاد این مقدار رو مثلا به علاوه 10 کنه و به عنوان خروجی بهتون بده. یا میخواین اسم و فامیل کاربرتون رو بگیرین بعد این اسم و فامیل رو بچسبونین به هم دیگه و برای کاربر چاپش کنید. خب من میخوام الان همین کار رو انجام بدم. من مینویسم اسم خب مساویه با من این کدای قبلی رو بچه‌ها اینا رو کامنتشون کنم. خب اسم مساویه بچه شما وقتی میخواین از کاربر مقدار بگیرین باید از تابع اینپوت استفاده کنید. خب اینپوت رو مینویسین. خب بعد اون مقداری که اون چیزی که میخواین به کاربر نشون داده بشه وقتی میخواد چیزی که میخواد رو تایپ بکنه داخل این اینپوت می نویسید. مثلا لطفاً اسم کوچیک بذار انگلیسی بنویسم. لطفاً اسم کوچک خودت رو بنویس عزیزم. خب من همین اجرا میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ببینید ببین اینجا الان برای من این خروجی داد گفته لطفاً اسم کوچک خودت رو بنویس عزیزم. خب منم براش مثلا مینویسم علی. خب تموم شد. حالا من میخوام بچه این اسم رو بگیرم خب فامیلی رو هم بگیرم ازش بعد چاپ بکنم اسم 2 نقطه فلان و فامیلی 2 نقطه فلان. خب میخوام الان این کار رو انجام. خب من یه 2 نقطه و یه فاصله گذاشتم برای اینکه بچه وقتی چاپ میشه خب یه حالت بهتری داشته باشه چسبیده به هم دیگه نباشه. خب این اسم حالا مثلا فامیلی مساویه با اینپوت خب حالا فامیلی تو به هم بگو. خب یه 2 نقطه اسپیس میذارم برای اینکه حالت بهتری داشته باشه. خب الان مثلا من ببین اینجا چرا برام اجرا نشده. آها اومد. خب لطفاً اسم کوچیک خودت رو بنویس عزیزم. من اسمم حسین. خب حالا میگه حالا فامیلی تو به هم بگو. حسین آرمانپور. و بازم هیچ اتفاقی نیفتاد.
از الان به بعدشو بچه ها من دوست دارم یه 2 دقیقه بهتون فرصت میدم ما بقیه کدشو به هم بگین. خب من دوست دارم به عنوان خروجی همچین چیزی برای من نوشته بشه. خب نوشته بشه اسم 2 نقطه، خب بعد فامیلی اینجا بیاد درج بشه. خب و فامیلی دوباره 2 نقطه، بعد یعنی اینجا بچه ها شما یه همچین چیزی داریم. تقلبم بهتون رسوندم دیگه. میخواین اینو بچه به عنوان خروجی ببینینش، تقلب بیشتر برسونم چاپش بکنید برام. این رو شما 2 تا متغیر اسم و فامیلی رو داری، میخوای بیایی از این 2 تا استفاده بکنی و به این شکل به کاربر یه عدد یه مقداری رو نشون بده، یه عبارتی رو نشون بده. آقای رفیعی پرسیده که چجوری کد رو اجرا بکنیم. بچه این بالا سمت راست ببینید اینجا گزینه ران پایتون فایل وجود داره، اینجا روش که بزنی کدت اجرا میشه. خب بچه مابقیشو بنویس. 2 دقیقه فرصت دارین، 34 دقیقه است تا 36 دقیقه. خب تعدادی از بچه ها جوابای خیلی خوبی رو دادن و هر کدومتون خیلی نزدیک بودین ولی هیچ کدومتون جواب کاملا درست رو ندادین. آقای مهرزاد حسینی زاده میتونم بگم نزدیک ترین جواب رو داشته. آقای طاهری هم درست گفته. منتها بچه ها آقای طاهری دارم بهتون تقلب میدم با آقای حسینی زاده بعد جواباشون رو ترکیب بکنن و میشه جواب درست. آقای بهرامی گفته که حالا رایت ابیلیتی رو دیگه ما کاری نداریم، اون پرینت نه استاد اینجوری نمیشه، نه آقای بهرامی نه اینجوری نه. خب بچه یکیتون دستتون رو بالا بکنه با هم دیگه تعاملی این کدشو بنویس. بچه فقط دوست دارم که با هم دیگه صحبت کنیم. یکیتون دستتون رو بالا بکنه، آقای حسینی زاده، آقای بهرامی. بچه زود باشین دستتون رو بکنین بالا. بچه جواباتون یعنی دارین فکر میکنین به قضیه، خب ولی یه نکته رو فراموش کردیم. آقای بهرامی شما الان نمیتونید صحبت کنید؟ خب من میکروفونتون رو باز.
یه بار دیگه صحبت میکنین، صداتون ضعیف. صدا میاد استاد؟ بله 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 عالی. خب اینجا ما احتمالا باید یه شرطی بنویسیم که اگر جواب داده شد به اینپوت اسم و اینپوت فامیلی، یعنی بنویس برام اون اسم و فامیلی رو با هم، یعنی پرینت کن برامون با هم. ولی این رو میدونید چون که تازه شروع کردیم نمیدونیم و یه ذره راهنمایی. حالا من این نکته رو بهتون بگم بچه‌ها. ببینید میخوام کم کم براتون جا بندازم. خب ببین الان شما تو این وی اس کد این بالا ببین اینجا گزینه دارید تاگل، اینو خوب میبینیدش، موسم نمیدونم براتون کوچیکه یا مناسبه. این گزینه رو میبینید آقای بهرامی؟ بله بله استاد. خب ببینید شما رو این گزینه که کلیک بکنی یه سری تب اینجا برای شما وجود داره، درسته؟ خب این تبی که ما الان داریم باهاش کار میکنیم اسمش چیه؟ شما خودتون بخونید، من نمیبینم چون خیلی بله ترمینال. خب حالا بچه این ترمینال، خب ما ورودی ها و خروجی های برنامه‌مون رو از طریق ترمینال به کامپیوتر تحویل میدیم، مثل دستای کامپیوتره. خب من این اینپوت رو پاکش بکنم. خب حالا بچه من میخوام پرینت کنم دیگه، تا اینجاش که واضحه اکثریت دوستان در موردش درست گفتن. خب حالا بچه نکته اینجاست، ببین من میخوام یه چیزی رو کامپیوتر برای من به صورت خشک بنویسه، یه چیزی رو میخوام چی باشه؟ داینامیک باشه، یعنی از متغیرها استفاده بکنه. الان به نظرتون این کد چی کار میکنه؟ این کد رو میتونی برای من تفسیرش کنی؟ استاد الان اینجوری که اول مینویسه اون وقتی که شما کلا دابل کوتیشن بذارید اون هرچی حرف داخلشه اون رو مینویسه. پس یعنی اگر مثلا اسم مساوی گذاشته شده باشه و معادل چیزی باشه اون رو اصلا نمی‌نویسه و فقط خود اسم با اون دو نقطه‌ای که گذاشتید روبروش می‌نویسه و بعد که شما کاما گذاشتید بعدش اسم رو نوشتید، چون که اسم معادلش شده مثلا حسین می‌نویسه. بله درسته دقیقا. پس من بچه یه متغیر از کاربر میتونم بگیرم بریزمش توی یه در واقع عبارتی رو از کاربر بگیرم بریزمش تو متغیر اسم. خب بعد میام پرینت میکنم اسم دو نقطه، اسمش چیه؟ این اسم این همین متغیر است. الان اگه من بهش حسین بدم مینویسه اسم دو نقطه حسین، اسمشو علی بدم مینویسه اسم دو نقطه علی، اسمشو سارا بدم مینویسه اسم دو نقطه سارا. چیزی که بچه من دوست داشتم شما بهش اشاره بکنید اینه. پس جواب درست میشه این. خب این اسم. خب بذار من پس اینو یه چیز دیگه بگم، یه چیز دیگه بگم که براتون این قاطی نشه. اسمت مثلا دو نقطه، خب بعد فامیلیتم اینجوری. خب الان بچه ببین من اینو اجرا بکنم اسمشو چی بدم؟ آقای بهرامی بگو. اسمشو شما فکرم نوشتید حسین. نه دیگه کجا نوشتم حسین؟ این کار الان داره این ورودی میگیره دیگه، یه چیزی مثلا بگو. مثلا علی. خب علی. فامیلیو چی بزنم؟ حسینی. خب الان ببین چه اتفاقی میفته. ببین میگه اسمت علیه، فامیلی تو چرا برام چاپ نکرد؟ آها چون شما ننوشتید. آفرین. فامیلی رو ننوشتید. ببین الان فامیلی چجوری شد؟ یه چیزی اینپوت گرفته از کاربر، خب ریختتش تو اسم، بعد اینجا اومده
همین اسم رو اینجا برای ما چاپ میکنه. اینجا همون چیزی که این الان به حافظه کامپیوتر اشاره داره، این اسمی که اینجا هست. این فامیلی هم به این متغیر اشاره داره. پس این اسم به این متغیره، این فامیلی هم به این متغیره. درست شد؟ جان هنوز ما به اون چارتی نرسیدیم که مثلا بگیم اگر به این سوال جواب داده شد این رو بنویسیم. الان این کار رو انجام میدیم دیگه. الان این کار رو انجام میدیم. بچه‌ها من اگر که بتونیم تو کلاس این رو انجام بدیم امروز که خیلی هم عالی. اگر نه به عنوان تمرین بهتون میدیم، جلسه بعد بیاین این رو تحویلش بدین. این که تمرین چی هست رو بهتون میگم آخر کلاس. بحث این هست که شما بتونید مثلا صبح بگین صبح بخیر، بعد از ظهر باشه بگین مثلا بعد از ظهرتون بخیر و شب باشه بگین شب بخیر. همون ایفی که داری میگی رو با این اینپوت ها میایم ترکیبشون میکنیم. خب در مورد تمرین توضیح میدم. حالا یه مسئله دیگه بچه‌ها. خب بذار ببینم من کسی سوال نپرسیده. خب ممنونم بهرامی. خیلی ممنون. خوش میکنم. خب بچه‌ها کسی دیگه سوال نداره تا اینجا؟ بچه هم متوجه شدن؟ خیلی ساده است دیگه. ببین یه اینپوتی از کاربر گرفتیم ریختیمش تو متغیر اسم. خب و من میام این متغیرهایی که گرفتم رو چاپ میکنم. ببین الان مثلا من اینا رو اگر پاک کنم خب و فقط دوتا متغیر اسم و فامیلی رو چاپ کنم چه اتفاقی میفته؟ بذار من اینجا یه CLS بزنم که پاک شه از اول. خب گفته اسم تو بگو، اسمم سارا مثلا. خب فامیلی تو مثلا نمیدونم مثلا مهری. خب اینتر بزنم برای من چی چاپ کرد؟ سارا مهری. ما میتونیم توسط متغیر، یعنی از متغیرهایی که داریم بچه تو کامپیوترمون استفاده بکنیم و اونا رو چاپ بکنیم، استفاده مجدد بکنیم ازش. خب الان میریم به همون بحث کستینگ میرسیم. خب من اینو پاکش کنم، به CLS میزنم که ترمینالان تمیز بشه. اینا رو هم کامنت میکنم. خب آقای حسینی زاده میتونید میکروفونتون رو باز بکنید با هم دیگه تعاملی کدی رو بنویسیم. آقای رفیعی گفتن که استاد اگر بخوایم همین کد رو به چیز دیگه غیر از اسم فامیلی ربط بدیم چه جوری میشه؟ خب آقای رفیعی شما هم میتونید الان دستتون رو بالا بکنین، یه مثال بزنید، بگین که خب میخواین چی کار بدین، منظورتون دقیقاً چیه، همون کد رو مینویسید. خب تا شما شرایط صحبت کردن رو پیدا بکنید من میکروفون حسین زاده رو باز میکنم. خب ببین من الان میخوام آقای حسینی زاده یه عدد از کاربر بگیرم، خب بعد عدد به علاوه 10ش بکنم و چاپ بکنم برای کاربر. یعنی مثلا کاربر برای من به عنوان ورودی 10 میده، من براش 20 چاپ کنم. اگه برای من 15 میده چند چاپ بشه؟ 25. آفرین. هرچی که ورودی میده 10 تا بهش اضافه بشه. خب الان بعد چی کار کنه؟ خب مثلا یک نفر یه عددی میده، یعنی که مثلا میگیم خب ببین از این بالا تقلبه استفاده کن دیگه. ببین شما اول بعد به یه متغیر تعریف کنی، خب بعد اون اینپوتی که از کاربر میگیره رو بریزی تو اون متغیرت که بعد خواستی به علاوه 10 بکنی بگی آقا این متغیره رو به علاوه 10 بکن. بچه اطلاعات رو هوا که ذخیره نمیشه، یه جایی از کامپیوتر ذخیره میشه. کجا؟ تو متغیره ذخیره میشه. مثلا می‌نویسیم مثلا از کلمه عدد استفاده می‌کنیم. آفرین.
خب عدد مساویه با داستان 10. خب نه دیگه، من میخوام از کاربر بگیرم. پس باید بزنم اینپوت. ما بنویسیم اینپوت. آفرین. مثلا این عدد خود رو وارد کنید. آفرین. عدد خود را وارد کنید. درست شد؟ خب الان من امتحان کنم، پرینت کنم ببینم چه جوری میشه. خب مثلا ببین الان گفت عدد خود را وارد کنید. مثلا 20 میگیم. مثلا 20 میگیم. برنامه تموم شد. چرا؟ چون هنوز کدای بعدیشو ننوشتیمش. ننوشتیم. آره. حالا باید بگیم که خب حالا بنویسیم که باید یه متغیر دیگه اضافه کنیم. مثلا نتیجه مثلا میتونی بنویسی فاینال ها. آره فاینال. یس درسته. خب بعد چیکار کنیم؟ بعد بنویسیم اینپوت رو بذاریم. نه دیگه اینپوت نمیخواد دیگه، میگم عدد به علاوه 10 کن بریز توی فاینال. فاینال. درست شد. آنچه که سمت راست هست و بریز توی سمت چپ. آفرین. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا باید آخرش جمعشو به دست بیاریم دیگه. پس باید بگیم print فاینال. خب پرینت کن. خب الان من دابل کوتیشن بذارم یا نذارم؟ باید بذارید. خب ببین من چیزی که بخواد متغیر رو بدم، خب یعنی چیزی که متغیر بخوام به پرینتر پاس بدم دیگه نباید بذارم که، چون اینجوری نمیفهمتش. اینجوری هرچی توش بخواد. آره پس من بچه وقتی میخوام از متغیر استفاده بکنم دیگه نباید تو کوتیشن بذارم. خب من این رو چیز میکنم، اجراش میکنم. خب گفته عدد خود را وارد کنید. مثلا چند بدم بهش؟ 20. خب بهم ارور داد. چرا؟ بچه ها میرسیم به همین بحث. کدمون درسته ها. خب میرسیم به یه بحثی که الان میخوام بهتون بگم. بحث چی؟ بخونش. کاستینگ. آفرین. این کدی که الان نوشتیم بچه کد درستیه. خب ولی ما منطق کامپیوتر رو نمیدونیم چجوریه، یعنی نمیدونستیم که این کد رو نوشتیم. بچه ها خوب گوش کنید. شما میخوای عدد بگیری، میخوای حرف بگیری، میخوای نمیدونم ترو فالس که صحیح و غلط اینا هست، هر چیزی که بچه ها بگیرین کامپیوتر به عنوان چی میشناستش؟ توی چت نگاه کنید. رشته. یعنی مهم نیست که تو بچه عدد دارین میگیرین یا نه، مهم نیست از کاربر انتظار وارد کردن عدد داری. کامپیوتر این رو به عنوان رشته در متغیر ذخیره می کند. درست شد؟ پس بچه ها الان من اگر بیام توسط دستور مثلا تایپ، خب بگم که تایپ این عدد چیه، خب برای من اینو پرینتش کن. خب میخوام بگم آقا میخوام تایپشو برام پرینت بکنه. خب تایپش که یادتون هست دیگه، گفتیم چند مدل تایپ داریم تا الان، چند تا رو یاد گرفتیم. یکی رشته، یکی هم عدد. اینا تایپ های مختلفی هستن که یه متغیر میتونه داشته باشه. بچه توی چت برای من بنویسید تایپ های متغیر
متغیر چیست؟ بنویسید بچه تو چت برام، همین الانم گفتم تایپ های متغیر چیست. اینتیجر، آفرین. به فارسی که بخوای بگی میشه رشته و عدد. آقای طاهری دقیقا انگلیسیشو دقیقا درست گفت. یکی اینتیجره، خب یکی هم استرینگ. ببین این اینتیجر که میشه همون عدد، خب یه دونه هم استرینگ که میشه رشته. پس بچه ها تایپ هایی که ما از متغیرها میشناسیم رشته و عدد هست فعلا. تایپ های دیگه ای هم هست. خب پس گفتیم بچه ها مهم نیست که شما چه نوع تایپی رو انتظار داری که کاربر برات وارد بکنه، کامپیوتر رو به عنوان رشته میشناستش. الان مثال مگه از این عدد گفتیم عدد خودتو وارد کن. ببین الان برای من تایپشو چی میزنه. ببین الان من 10 میزنم، خب اینتر میزنم، ولی ببین این چیزش چیه؟ تایپش چیه؟ استرینگه. پس بچه مهم نیست شما چی بهش تحویل میدی. آفرین. به عنوان رشته میشناسه. مهم نیست تو بهش 10 دادی، کامپیوتر اینو به عنوان رشته میشناسه. انگار که علیه. تو علی رو که نمیتونی به علاوه 10 بکنی. میشه آیه حسینی زاده؟ خیر. نمیشه دیگه، درسته؟ خب پس من بعد چیکار کنم؟ کستینگ انجام بدم. کستینگ. خب حالا کستینگ چجوریه؟ بچه حدستون چیه؟ تو کستینگ ما الان خب میخوایم یه کاری کنیم. خب این کدمون اجرا بشه دیگه. ببین من اصلا اینو پاکش میکنم. خب میخوام که این کدم اجرا بشه. بچه دارم ساده بهتون میگم. میخوام این چیزی که نوشتم اینجا عدد، خب اینو به عنوان استرینگه. میخوام اول بکنمش اینتیجر که بعدش بتونم به علاوه 10 بکنم. بچه اگه برنامه‌نویسی خیلی ابتدایی هم قبلا کار کرده باشین با سینتکسش روبرو شدین. چیزی یادتون نمیاد از دوستانی که آشنایی قبلی داشتن؟ من چت رو نگاه کنم ببینم کسی چیزی نگفته. خب نه. آره های طاهری فلوت هم یکی دیگه از اون تایپ هست. درست. خب بچه خودم میگم. ببینید شما باید بیای بنویسی عدد مساویه با اینتیجر عدد. یعنی این بغلی که این خط کد چی کار میکنه؟ اون چی که سمت راستش هست و میریزه تو سمت چپ. درست. خب یعنی فکر میکنی که عدد یک عدد رشته نیستی، یه اینتیجر. آره ببین این دستور اینتیجر که نوشتی میاد چی کار میکنه؟ میاد این عدد تو رو که به شکل استرینگ بود و تبدیلش میکنه به چی؟ عدد. به اینتیجر. آره این مقداری که از کاربر گرفته بودی که به صورت استرینگ بود رو تبدیلش میکنه به اینتیجر. آفرین. خب این الان من اگه پرینت بزنم میخوام تایپشو پرینت کنم، بعد چی بنویسم؟ دوباره تایپ، دوباره یه پرانتز. خب حالا متغیر رو بهش بدم. میخوام ببینم تایپش چی الان شد. ببین من الان اگه این نباشه، خب بذار من این دوتا این کار رو انجام بدم. الان من بدون این چاپ میکنم. خب مثلا عدد 10 رو بهش میدم. ببین استرینگ شد. درسته؟ خب من الان اینو از کامنت در میارم. خب الان اجرا میکنم. خب الان دوباره 10 رو بهش میام این پایین، دوباره 10 رو بهش میدم. الان چی شد؟ اینتیجر شد. درست شد؟ بنابراین بچه کستینگ میشه همین.
شما اون مقداری که از کاربرت گرفتی رو آفرین تبدیل تایپه کستینگ پس میشه اون مقداری که از کاربرت گرفتی رو توسط کستینگ میتونی تایپش رو عوض کنی. من براتون می نویسم توسط کستینگ می توانیم تایپ متغیر را عوض کنیم. خب مثلا هم که براتون نوشتم خب یکی از تابعهایی که بچه تو کستینگ استفاده میشه این اینته. ببین اینت رو می نویسی خب اینت بعد پرانتز باز بسته و بهش متغیری که میخوای تایپش رو عوض بکنی بهش تحویل میدی و برامون این کار رو انجام میدی. بچه الان چون تقریبا 4 دقیقه هست که تایم کلاسمون گذشته من سریعا کد رو اجرا میکنم. فقط جلسه بعدی یه تمرینم تو گروهتون میفرستم که اونو بعد انجامش بدین. خب ببین الان دیگه کار من انجام میشه های حسین زاده. ببین الان عدد من بهش 10 دادم برام 20 چاپ کرد. اگه من این عدد اگه این کستینگر رو حذفش بکنم الان اجرا بکنم مثلا من 20 بهش بدم میگه آقا شما استرینگ متغیرت من که نمیتونم بیام استرینگ رو به علاوه 10 بکنم. ببین ارور داده قشنگ. ببین تایپ ارورش همیشه بچه ارورها رو بخونید. پایتون یکی از علتایی که اینقدر معروف شده همینه. ارورای عالی بهتون میده. میگه که can only concatenate string to string not integer. میگه من نمیتونم آقا یه چیزی که استرینگ هست من بیام با عدد 10 کانکتنیت بکنم. یعنی نمیتونم بیام این دوتا رو ترکیب بکنم با هم. یکیش عدد یکیش رشته است امکان پذیر نیست. بعد بیای از کستینگ ها استفاده کنی که بتونی این کار رو انجامش بدی. خب بچه من این کد رو خب میذارم توی گیت هاب خودم که بتونید بهش دسترسی داشته باشید. ممنون حسین زاده. من یه توضیح کوتاه زنده باشید. من توضیح 3-4 دقیقه‌ای بدم و کلاس رو دیگه تموم میکنم. خب بچه ببینید یه سایتی وجود داره خب به نام گیت هاب. شما باید توی این سایت بیاین ورود بکنید. خب ببین من الان از این خارج میشم یک بار ساین اوت میکنم. شما توی اینترنت بچه ها خب بیاین گیت هاب رو بزنید. ببین من این آدرسش رو تو گروهتونم دوباره میفرستم. خب بعد بیاین اینجا اگه تا حالا ثبت نام نکردین ساین اپ بکنید. اگرم که ثبت نام کردین که ساین این بکنید. خب من چون ثبت نام کردم قبلا ساین این رو میزنم. خب و اینجا کار ساین این رو انجام میدم. ببینید بچه‌ها من همیشه همه کدایی که بچه‌ها میزنن خب میام اینجا تو گیت هاب آپلود میکنم. بچه‌ها این ابزاری هست که هم ابزار ساده‌ایه هم ابزار کاملیه. کل دنیا برای مدیریت پروژه هاشون و اینکه کداشون رو بتونن به یکی دیگه نشون بدن از این گیت هاب استفاده میکنن. ببینید اینجا حالا شما که این داستانه رو ندارین خب ولی خب ببینید من اینجا یه دونه ریپازیتوری جدید یه دونه چیز جدید باز میکنم و لینکش رو براتون میفرستم. ببینید من یه لینک شبیه به آنچه که الان اینجا دارین میبینید براتون تو گروهتون میفرستن و میتونید کدایی که ما دیگه از این جلسه به بعد رو تو کلاس میزنیم دقیقاً ببینید. من یه لینک اینجوری براتون میفرستم. یه صفحه اینجوری باز میکنید چه گوشی چه کامپیوتر و بعد دیگه شما میتونید کدا رو ببینید. ببین الان مثلا یکی از فایل هست. خب ببین الان کدا رو دقیقاً میتونی ببینی. این البته مال برنامه‌های متفاوت. ببین مثلا من توی هنرستان نفت کلاس گذاشتم کلاس طراحی وب. خب کداش الان اینجا وجود داره. یا مثلا تو اسدپور کلاس گذاشتم خب
اینجا کداش اینا مال بچه های تجربیشونه فکر میکنم. مثلا همون مونتی هال بچه اینجا کدش هست، خب که جلسه های بعدی این کدش ما تو کلاس هم می نویسیمش. خب این کار رو انجام میدیم که بتونید به کد هم دسترسی داشته باشین. و اینکه در مورد تمرینم تو گروهتون می نویسم، چون بخوام توضیح بدم یه 5-6 دقیقه حداقل میشه. گروهتون رو حتما نگاه بکنید تا جلسه آینده این تمرین رو انجامش بدید. خب بچه اگه سوال دیگه این نیست که کلاس رو تموم کنیم. ممنونم. آقای سالاری گفتن استاد میشه به عنوان ماشین حسابم استفاده کرد؟ اگه منظورتونه که با پایتون بیام یه اپلیکیشنی که ماشین حساب هست رو بنویسیم، خب بله این کار رو میتونیم انجام بدیم. ممنونم. شما هم خسته نباشید. خدا نگهدار.